4 سال پیش با همسرم ازدواج کردم و امسال بالاخره تونستیم خونه رویاهامونو بخریم. یه خونه خیلی قدیمی روستایی که دست کمال 150 سال پیشه. جاش یکم پرته ولی در عوض هر چی بخوایم نزدیکمون هست. خیلی نگذشت که زنم با اطمینان میگفت خونمون تسخیر شده. میگفت وقتی میره تو زیر زمین صداهای ترسناکی میشنوه. منم با چوب بیسبالم رفتم اونجا، گفتم شاید دزدی چیزی اونجا قایم شده، اما کسی اونجا نبود. همه نگران زنم شده بودن چون به همشون گفته بود که تو هر اتاقی میره صدای ارواح میاد. در نهایت بردمش دکتر ولی گفت هیچ مشکل جسمی نداره. به پیشنهاد دوستم از کشیش محلمون خواستم بیاد خونمون و دعا بخونه. زنم بعد از رفتن کشیش حالش خیلی بهتر شده بود. گفت صداها قطع شدن ولی همچنان میترسید تو خونه تنها باشه. یه روز یه سفر کاری برام پیش اومد و یه هفته خونه نبودم. از زنم خواستم به یکی از دوستاش بگه که بیاد پیشش بمونه ولی اون گفت که لازم نیست چون دیگه صدایی نمیشنوه. سفرم تموم شد و اومدم خونه. در کمال ناباوری دیدم بدن زنم از بالای پله ها آویزون شده. توی یه یادداشت نوشته بود که صداها قطع نمیشن. فوراً به آمبولانس زنگ زدم و در عرض چند دقیقه رسیدم ولی اون تموم کرده بود. نگاه ترحم آمیز دوست و فامیل تو تشییع جنازه خیلی اذیتم میکرد. انگار همه میدونستن زنم چقدر دیوونه بوده، هرچند مهم نبود. بعد از مراسم دوست دخترم اومد و با هم تمام اسپیکرها رو جمع کردیم و با خوشحالی زندگی جدیدمون رو شروع کردیم. وقتی 16 سالم بود اتفاق افتاد. اون موقع ها تو اوهایو زندگی می کردیم. داشتیم با دوستم مارک می رفتیم توی جنگل های ایالت زالسکی چادر بزنیم. اولین باری بود که والدینمون اجازه دادن تا خودمون تنهایی بریم کمپینگ و البته آخرین بار. خلاصه ما رو رسوندن و رفتیم یه جای خوب پیدا کنیم واسه یه چادر زدن. مدتی تو جنگل راه رفتیم و گشتیم تا بالاخره نزدیکای غروب یه جای مناسب پیدا کردیم. سریع چادرامون رو نصب کردیم. یه آتیش کوچیک را انداختیم و هات‌داگامون رو داخلش کباب کردیم. هوا دیگه کاملا تاریک شده بود. بعد از خوردن شام با هم گفتیم و خندیدیم و داستانای ترسناک تعریف کردیم. داشتیم تو آتیش مارشملو کباب می‌کردیم که از داخل جنگل یه صدایی شنیدیم. واسه یه لحظه فکر کردم یه نفر داره از پشت درخت‌ها نگاهمون می‌کنه ولی چون خیلی تاریک بود درست نمی‌دیدم. و فکر کردم لابد خیالاتی شدم. مدتی بعد با مارک رفتیم تو چادر و خوابیدیم. صبح روز بعد با هم راه افتادیم سمت رودخونه‌ای که اون اطراف بود. موقع راه رفتن همش حس می‌کردم که یکی داره نگاهمون می‌کنه. وایسادم و دور و برم رو چک کردم اما هیچ چیز غیر عادی اون اطراف نبود. به مارکم گفتم ولی اون اصلاً اهمیتی نداد. تازه بهم خندید و مسخره‌ام هم کرد. بگذریم رسیدیم به یه رودخونه و مدتی مشغول شنا کردن شدیم. تو آب بودیم که دیدم یه نفر پشت درختا وایساده. تقریبا همسایز همونی بود که دیشبم دیده بودمش. حس کردم داره از اونجا ما رو میپاد. حسابی کوب کرده بودم ولی مارک همچنان حرفمو به هیچ جاش نمیگرفت. بالاخره قانعش کردم که بریم پشت درخت رو چک کنیم. اما وقتی رسیدیم هیچی اون پشت نبود. برگشتیم سمت رودخونه که یه صدایی از توی بوته ها شنیدم. به مارکم گفتم تو هم شنیدی؟ اونم سرشو تکون داد. پشت سرمون رو نگاه کردیم ولی بازم هیچی ندیدیم. مارک گفت حتما یه حیوان وحشی بوده و راهشو کشید و رفت. اما ناگهان صدای شکستن یه شاخه اومد. از سمت چپم بود. به طرف صدا نگاه کردم و اونجا بود که دوباره اون آدمو دیدم. داشت از پشت درخت به من نگاه میکرد. با چشمای قرمز و از حدقه در اومدش به هم زل زده بود. از ترس داد کشیدم و اونم تو دل جنگل محو شد. مارک با حرص به هم یه نگاه انداخت. اون هیچی ندیده بود و فکر میکرد میخوام سر به سرش بذارم. با عصبانیت داد زد و گفتش که گند زدی به سفرمون. از دستش ناراحت شدم و کل روز با هم حرفی نزدیم. وقتی رسیدیم به چادر هوا دیگه تاریک شده بود. از اونجایی که تقریبا با هم قهر بودیم بدون اینکه چیزی بهش بگم رفتم سمت جنگل.
موقعی که داشتم تو جنگل قدم می‌زدم از پشت سرم صدای پا شنیدم. فکر کردم مایکه. با بی‌تفاوتی گفتم چته مارک؟ اومدی منت کشی؟ برگشتم و دیدم یه نفر با شلوارک چرک و کثیف، ژاکت خاکستری و یک کلاه کهنه بیسبال روبروم وایساده. یه مرد 50-60 ساله بود با موهای خاکستری ژولیده. تا دیدمش سریع فرار کرد و توی تاریکی جنگل ناپدید شد. میخواستم برم دنبالش ولی شلوارک پوشیده بودم و نمیخواستم پاهم تو بوته‌ها زخمی بشه. برگشتم پیش چادر. مارک هنوز کنار آتیش نشسته بود. تا منو دید سریع ازم معذرت خواست و منم گفتم اشکال نداره. خواستم در مورد مردی که تو جنگل دیدم بهش بگم ولی نمیخواستم دوباره یه دعوای دیگه بینمون راه بیفته و بیخیال گفتنش شدم. بقیه شب به خوبی و خوشی گذشت و بعدم رفتیم تو چادر و خوابیدیم. اما نصف شب با شنیدن یه صدا از خواب بیدار شدم. انگار یه نفر داشت دور چادرمون راه میرفت. گوشیمو نگاه کردم. دیدم ساعت 4 صبح. میتونستم صدای خسخس نفسهاشو بشنوم. درست مثل همون صدایی بود که اول سفر شنیده بودم. ناگهان یادم افتاد آتیشمون رو خاموش نکردیم ولی به خاطر صدایی که شنیده بودم جرئت نکردم برم بیرون. ناگهان سایه یه نفر رو پشت چادرمون دیدم. از سایش معلوم بود که یک کلاه سرشه. بعدش صحنه دیدم که هیچ وقت از یادم نمیره. اون سایه یه چیزی شبیه چاقو از جیبش کشید بیرون و بعد خیلی آروم زیپ چادر رو باز کرد. قلبم داشت از دهنم میومد بیرون و اونجا بود که دیدمش. همون مردی بود که توی جنگل دیده بودم. لبخند نکبتی زد و دندونای زرد براقشو به نمایش گذاشت. لبخندش بزرگ و بزرگتر می شد. بعد با صدای کلفت و نخراشیده‌ای گفت دوستتو کشتم، حالا نوبت توه. تا چاقوشو آورد بالا، مارک از پشت بهش حمله کرد و با مشت زد توی کلش. مارک خیلی پسر هیکلی بود، واسه همین تونست راحت از پس اون آدم در بیاد. من همینجور بهت زده داخل چادر نشسته بودم و مارکم داشت اون بیرون با مشتاش طرفو از پا در می آورد. بالاخره به خودم اومدم و با دستهای لرزون شماره پلیس رو گرفتم و حدود 20 دقیقه بعد یه صدای آژیر پلیس اومد. یکی از پلیسا اومد سمتمون و گفت نگران نباشید، گرفتیمش. بعد از اون ماجرا دیگه نه حسشو داشتیم اونجا بمونیم و نه جرأتشو. بنابراین به مامان بابامون زنگ زدیم و اومدن دنبالمون. واقعا جونم و مدیون مارک هستم. اگه اون شب به موقع نمیرسید احتمالاً به فنا رفته بودم.